ناموسن دیگه جون ندارم سلطان، یه تشویقیمون نشه. این دهن آدمو سرویس میکنه تا تشویق بده. ساکت نشسته میکوشه، کاری به هیچی هم نرم. یه تشکر خوشگوخانی نمیکنه. یوز فقط بلده بگه بپر بشین. اتفاقا منم پرینوز داشتم برتریمو نسبت به همین بالشته نشون میدادم. چی مگه خومه؟ گفت بشین پدرسگ جلو بچه زشته. آقا من راضی، بالش راضی، تو چی کاره ای؟ اصلا تو ببینی حال ما رو گرفت. بی معرفت خود شب و راست داره برتریشو به همه نشون میده ها. آقا به ما چه؟ آره بابا به ما چه؟ اصلا خیلی عوض شده. این قبلا منو میبرد پرشنپر، یه 4 تا آمپول تقویتی بهمون میزد. الان دیگه این خبرا نی. آره واسه من که دیگه بلند نمیشه اصلا. ماده ها هم تقویتی میزنن؟ سلطان خوبی؟ من موهامو میگم ها نه من این چیزو میگم. ولش کن هرس نخور، بیا اینو پرت کن 2-3 بار من برم بیارم، حالم خیلی خرابه. دل کن دلت خوشه. یا اون دویدیم دنبال این توپ 20 صاحب. تشتی شد. بی خاصیت گرد. اصلا چرا ذوق میکنی وقتی میدوین دنبالش؟ گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. مشکل داری بی‌ناموس.